بریم براش. یو فیله یه سینه یه مرغو میخوام بکنم ادویه دار بیفتک و بردا بیار سفیده شده از زرد جدا مرغمو میذارم توش کرن فلکس میاد روش کمی روغن بشه اسپره وینگز و فیله باید توی سینی بره دیش اصلی زینگر برگره بیش غذا گوفالو وینگ سرو بشه ببین موسیو میکنه چی کاری این بار با سرخ کنه نابی دوقلوی اسمارت میدونم کار شرف نداره زمانت چطورونم 2 سال داره آره سس زینگر رو کنیم آماده سیر و رنده مایونز لیموی تازه کمی سس تند بشه چاشنیش بعد بریم سراغ سس بوفالو وینگ سس مخصوص شیک شریز میکس شه با کره بعدش اضافه شه پودر سیر یکم سرکه و هات سس دلخواه غذا آماده از کار تمومه انگار کتف و بال و سسش ترکیب کارو ادامه میدیم طبق تصویر موسیو ایول باز چه کردی باید بهت بدیم ماها لوح تقدیر رو آره لوح تقدیر رو سرخ دوقلوی اسمارت رو میتونین از لوازم خانگی نگین تهیه کنید پیجش رو تو کپشن گذاشتم براتون